دور دوم ماراتون گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 قرار هست در روزهای پایانی شهریور ماه در نیویورک هم ادامه پیدا کنه. انتظار می‌رفت که در پایان این نشست‌ها نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای پایان پیدا کنه. زیاده‌خواهی غرب به ویژه امریکا اما موجب عدم دستیابی به توافق شد. نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای همکنون در چه مرحله است؟ این محور پرسش‌های من هست از جناب دکتر. چه مرحله‌ای می‌خوای باشه؟ یه خط در ویون، یکی میزنیم به میخ مذاکره، یکی هم به نعل هارت و پورت. جان دکتر، این موارد اختلافی اساسی که در واقع در اون پرانتزها وجود داره یا برکت ها به قول امریکایی ها وجود داره الان چی هست؟ تو رو مثلا 7 دیر گذاشتن پشت کلت که حتما حرف بزنی، مجبوری FBI براکت رو انداختی واسه ما. حکایت همون یارو است که بهش گفتن تا حالا لو رفتی نمیدونست یعنی چی. گفت نه برنامه چو ردیف کن آخر هفته با هم بریم. تو یادته سفر نیویورک پارسال اومدی تو هواپیما ژست بگیری گفتی نگاه کن از این بالا آدما این مورچه دیده میشن. بهت گفتم مشنگ اینا راستی مورچه‌ن، هر روز زمینیم، هواپیما که بلند نشده. جناب دکتر، ایالات متحده آمریکا بعد از اینکه حتی توافق شد در طرح قبل قرار شد که هیچ گونه تحریم جدیدی اعمال نکنه، اما 2-3 دور تحریم رو یعنی نشون میده سوء نیت هست. اینو خودت فهمیدی یا زرقابی هم کمکت کرد؟ حالا خیلی وقته که قرار تحریم جدید نباشه. عضو فکر میکرد که داستان راحت پیش میره و یه خورده همچین بفهمی نفهمی زهرمایی رو میندازه بالا و بعدش همه چی حل. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که عکاسی به مشتری گفت دوست داری عکس تو چطوری بندازم؟ یارو گفت مجانی. ولی الان هم هر کی وضعیت نظامو تو عراق و این طرف اون طرف ببینه میفهمه که چه کارا میتونه با نظام بکنه. دور جدیدی امریکایی‌ها این قبیل اقدامات رو انجام بدن، واکنش دیپلمات‌های ایران چه خواهد؟ هارت و پورت کشتی که آخرش هم برگرده به خودشون. این اون یارو شوته که بهش گفتن جواب ابلهان خاموشی است، بعد عربده کشی گفت خب پس خفشین دیگه. جناب دکتر، هفته گذشته شاهد بودیم که آژانس گزارشی رو مطرح کرد که این گزارش میتونه گزارش‌های منفی مخرب باشه بر گفتگوهای 5+1. آره، تحریم‌های او هفته رو اگه هوک حساب بکنی گزارش آژانس هم آپرکات پشت سرش بود که فک و جابجا میکنه. خیلی دنبالش بودیم که آژانس اقلا یک کمی با ما را بیاد، ولی اوضاع بیشتر از این حرف هاست. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که مشنگه با نیسان رفت تو مغازه یارو، افسر که اومد کروکی بکشه مشنگه در گوش افسره گفت 50,000 تومان داری بگو مغازه مقصره. جناب دکتر، قرار هست آخر شهریور ماه در حاشیه مجمع عمومی نشست‌های در سطح وزرا احتمالاً برگزار بشه. در این نشست آیا دستور کار مشخصی داره و کلاً که مذاکره از جای دیگه لنگه و پیش نمیره، ولی ما که نباید به رو خودمون بیاریم. هی میگیم 4 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، آخر شهریور، اونور مهر، نرسیده به آبا، از این حرفا. ولی قضیه که با یه ذره این ور اونور درست بشه نیست. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که مشنگه به پسرش گفت بیا دستتو تو مغازه بند بکنم یه کاری پیدا بکنی سر و صابون بگیری. پسره گفت نه من میخوام درس بخونم. مشنگه گفت باشه برو 1 ساعت دیگه بیا اون موقع دستتو بند کنم. جناب دکتر، یکی از مسائلی که مستمراً گاهی اوقات سبب ایجاد تعارض‌های گوناگون میشه جلسات استماع کنگره هست که در جلسه استماع 2-3 ساعت گفتگو میکنن و اونجا هم یک رئیس کمیته هست آقای مندز که ایشون
سوالات مفصلی رو میکنه. شما اینها آیا اعتراض نمی کنید که چرا شما این موضوعات رو میرید مطرح میکنید که واقعیت نداره یا شاید واقعیت داره؟ کلا این افه ها الان به نظام نیومده. وقتی که بلا نسبت عظما تو عراق لنگ در هوا شد، درستش این بود که همونجا بزنه میز مذاکره رو چپ بکنه، ولی کو حالش کو زورش. افه کشکی که نمیشه اومد. کسی که سوسک مرده ببینه با دعای پدر و مادر از کما میاد بیرون که نمیتونه بره سر چهارراه عربده بکشه، خب میذارن دک و دندشو براش خورد میکنن، میشه مثل پروستات عظما. مشکل اینه که ما رو سایت مجلس نمیذاریم ولی اونا میذارن رو سایت کمیته. آخه شوت سنگینه پشت 18، وضع اونا با ما فرق میکنه. تو چرا قاطی کردی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بذار بهادر عرض میکردن، بله میفرمودن مشنگه بچهش گم شد، رفت کلانتری خبر بده. افسره گفت مشخصات بچه‌تون چیه؟ مشنگه گفت مشخصات یعنی چی؟ افسره گفت مثلا بچه من قدش بلنده، موهاش بوره، چشاش آبی روشنه. مشنگه گفت خوبه، همینو بدین. شما آخرین پرسش هم این هست که هم آقای سولانا هم خانم کاترین اشتون و هم احتمالاً نفر بعدی وجود داره که میاد وزیر خارجه ایتالیا، اینها آیا تغییر این افراد تأثیر تعیین کننده روی روند مذاکرات خواهد داشت یا نه؟ میدونی مصاحبه با تو خیلی حس خوبی داره. آدم احساس میکنه شغل پیغمبرا رو داره انجام میده، چون اغلب پیغمبرا چوپون بودن. تو از اونایی هستی که وقتی بمیری شب اول قبر 62 تا فرشته میان سراغت، 2 تاشون ازت سوال میکنن، 60 تاشون باید حالیت بکنن که معنی سوالات چیه، آخرش هم نمیفهمی. من از اول برنامه تا حالا دارم گل لغت میکنم که میگم بابا وضعیت عظما اون ور زایه، تاونش کنم تا دهنم بیشتر باز نشه. سپاسگزارم جناب دکتر.